زمانه پند آزادوار داد مرا، زمانه چون نگری سر به سر همه پند است. به روزی نیک کسان گفت غم مخور زینهار، بسا کسا که به روزی تو آرزومند است. زمانه گفت مرا خشم خویش دار نگاه، هر کی را زبان نه در بند است پای در بند است. السلام علیکم بینندگان ارجمند. این برنامه نامه‌ای چراغ هدایت است. در صحبت ما معاون رئیس شورای علمای دین ولایت استاد خواجه میر خوش آمدید میگم استاد. و علاقه از بیت اولی که از رودکی بزرگوار آوردیم شما پای بردید که موضوع صحبت ما در مورد فرو بردنی خشم است. انسان است استاد. معلوم است که در انسان چنین یک خصلتی هست و میگویند که کسی خشم خود را فرو نشانده توانست او کاری بزرگی کرد که پاداش نیک دارد. دین مبین اسلام، تعلیمات دین مبین اسلام و فرموده های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وابسته به این مسئله چگونه است؟ مرحمت استاد. به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود و رحمت خداوند به حضرت محمد مصطفی علیه السلام. وقتی که شما یکی از پیشوایان ادبیات ما شعر استاد رودکی را که قرائت کردید، ما نگاه میکنیم که این بزرگان ما سراسر مضمون شعرهاشون از قرآن و از حدیث است. بله. وقتی که حقیقتا این شعر شاید که پیش من شنیدگی بودم، نه که حاضر گوش کردم، درباره کوتاه هم که باشد اما مضمونهای خیلی هم بسیار دارد. اگر ما به مضمون همین شعر استاد استیم از آیات‌های قرآن از حدیث‌های پیغمبر اگر دلیل هم که بیاریم، ما راستی که برنامه ما کفایت نمی‌کند. لیکن مادامی که پرسیده از روی نگاه اسلام چیز را البته گفته می‌گذاریم. انسان از کمبودی خالی نیست. برای خاطر همینم خودی کلمه انسان میگن الانسان مشتاق من النسیان، یعنی کلمه انسان از فراموش خاطری، از کمبودی کننده، از مصدرش از همین چیز میگن این چیز گرفته شده است. از همین لحاظ البته در انسان این کمبودی ها شده می ایستد. لیکن برای اصلاح این کمبودی ها چیکار کرد؟ برای پیشگیری کردن اینها چیکار کرد؟ البته حاضر همین شعر یعنی اساسگذار ادبیات کلاسیکی تاجیک استاد ابو عبدالله رودکی گفتید، همین چیز اگر ما درک عمیق کنیم، البته انسان ها را بسیار خصلت های مذمومه بعد نگاه می‌دارد. از آن جمله درباره من همین چیزی که حاضر ذکر کرده درباره از غضب خود را نگاه داشتن. یک صحابه به همین مضمون نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اومده مراجعت کرد. گفت که یا رسول الله، من چیکار کنم که از غضب کردن، از خشم خودم نگاه دارم؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که این بسیار سوال مهم بود و این جواب برای همگان ضرور است، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اون کارهایی که انسان از غضب نگاه می‌دارد، از خشم نگاه می‌دارد، همونها را بیان کردن. گفتن که یکمین کاری که وقتی که تو گفتن خشمت بیاید، اگر سخن گفته ایستاده باشی، خودت از سخن گفتن بازدار نگاه دار. حقیقتا ما نگاه میکنیم که وقتی که انسان خشمش آمدگی است، سخن گفتن گیرد، اگر سخن‌های وزن‌ترین بر آمده میگیرد و میبینید که عاقبتش انسان پشیمون میشه، عاقبتش یک کاری بسیار هم وزنی میبرد. لیکن انسانی که وقتی به همین تعلیمات پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نگاه کند، وقتی که سخن گفته ایستاده باشد، سخن‌های بسیار در دلش هست، تا که همون خشم خود، غضب خود از دل برآورد، لیکن اون سخن‌ها عاقبتش وزنی نمیبرد. پیغمبر خدا چی گفتن؟ از سخن کردن خودداری کن. حقیقتا این چیز ما درک کنیم همین چیز است. از برای خاطر همینم اثر انسان میگذراند. وقتی که همین خشمش میبیاد، سخن گفته ایستاده باشد، اگر از سخن گفتن خود نگاه دارد، ببیند که دلش خرسند میشه. میبیند که سانه خرسند شده، میگه کاش که من همین خودم داشته بودم، زبانم داشته بودم، که اگر این سخن ها در حالت خشم و غضب من این سخن ها میبرآمد، عاقبتش چی میشد؟ از برای خاطر همینم بسیار جوان هایی که امروز خصوصا در مسئله عائلوی بله خشم و غضباشون میگوید، و اینها وقتی که مراجعت میکنن به
شورای علمای دین ولایت انا رئیس شورای علمای دین ولایت دکتر موسی زاده البته که این چیزها رو دعوت جوانها رو دعوت کرده همش میفهمونند که سبب پیدا شوی همین میفهمند که در از سخن بسیار گفتن از برای خاطر همین هم یکمین علاجی که انسان از غضب نگاه می داشته است اگر در حالت سخن گفتن باشد از سخن گفتن چاگرانه خودش باز داشتن. دویمش اگر راه رفته ایستاده باشد یگون ایستاد. مثلا یک همسایش پسرش زد خشمش آمد رفت که هوای قطعی چون میکنم یعنی همسایه قطعی جنگ میکنم جنجال میکنم لیکن همین سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایساش بیاد گفت پیغمبر خداوند در حالت خشم راه رفته ایستاده باشه استه انشالله استاد همون خشم از وی دور میشه. بله اینم ما در حیات این چیز اثبات میکنیم. بله درست. سومین چیزی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که اگر در حالت سخن گفته ایستادن از سخن گفتن باز استید راه رفته ایستاده باشید در این حالت هم اگر خشم شما پس نشد شما شینید گفتن شینید نه سخن گویید نه راه روید شینید وقتی که نشستید میگون اگر سخنتون هم میگون همین خشمتون پس نشد باز یک پاره شینید اون باش کنید تکیه زنید در این حالت هم میگن اگر خشم و غضب شما پس نشد شما یک چیز قیمت ترین به خاطر بیارید. این چیزهای سخن پیغمبر وعده پیغمبر چی گفتن؟ لا تغضب ولک الجنه. از همه قیمت ترین جایزه از همه قیمت ترین مکافات در حالت غضب کردن اگر شما خودداری کنید مکافات این جنت است. و انسان اگر انسان عاقل باشد اگر البته میگوید که این قدر مکافات قیمت خیلی بگذارید بین همسایه بین یگون همسر یا که بین فرزند یگون چی کمبودی شده است لیکن برای از سبب همین کمبوده خداوند برای خاطر من این آزمایش امتحان خدا بوده است و یک مکافات بسیار هم بزرگ وعده کرده است بیا من همون مکافات از دست ندیم گفته در همه حالت همون انسان از غضب خودداری میکند. لیکن در عکس حال اگر ما بینیم که انسان ها به این چیزها مراعات نکنند شبیه که در شعر استاد رودکی گفتید اگر این چیزها که مراعات نکنند رعایت نکنند میبینید که عاقبتش همش پشیمانی عاقبتش همش بعد خفگی دلماندگی هست که این چیز بعد برای انسان البته افسوس و ندامت و پشیمانی میبرد که مثلا در حالت غضب وقتی که انسان میگن در حالت غضبش میبید شیطان در میان وی میایستد و این شیطان کمک میکند و این شیطان دستور میدهد بسیار چیزها رو نشون میده. مثلا در بین همسر و خود اگر نابرابری بیاد سخن ناچیز هست یک کار بسیار ایوه است همون چیز بیاد اگر شیطان وی ها رو چیکار میکند وسوسه میکند که تا که های سخن بد در حق همسرش از دهانش برآید. در همین باره قصه میبینند میگن که شیطان میگن انسان ها را به غضب و خشم دعوت میکند. وقتی که انسان ها را به غضب و به خشم دعوت کرد شیطان از همه شیطانچه های ویش مکافات برای همون انسان های میداد است که وی ها در حالت غضب سخن بسیار میگویند و در نتیجه در سخن هوای ها یک سخنی که غضب خداوند میبیارد در حق همسران خود کلمه طلاق میگیرند. ان همون مکافات از همه قیمتترین جایزه قیمتترین شیطان برای چنین شخصا میداد است. خدا نکند که گویم نفری به غضب آمده چنین کلمه را بزن. بسیار نکته خوب گفتید. من از بس که استاد شما واقعا اینجا بسیار خوب گفتید که در بیت دومش رودکی میگه بروزی نیکی کسان گفت غم مخور زنهار بسا کسا که بروزی تو آرزومند است. یعنی همین زندگی انسان ها ما در برنامه قبل در موردی حسد بردن و بخیلی کردن گفتیم که گاه زندگی سیری و پوری و زندگی بسیار پرنشاط یک نفر دیده حسد برده بخیلی کرده میگن که برای چونین است و من چونین نیستم. روی که میگوید تو برعکس تو فکر کن که نفرانی هستن که بروزی تو محتاج هستن تو از خودت پایان ترای بین که مثلا آنها به تو چگونه. یعنی در مورد خشم بازم که مثلا زمانه گفت مرا خشم خویش دار نگاه هر کی را زبان نه در بند است
پای در بند است. یعنی زبانش رو که نگاه داشتن نتوانست که این پایش رو میبندند، یعنی جرم صادر میکند. استاد عزیز، خب بسیار نقل های خوب اینجا از روزگار خودی پیامبر اینجا مثال آوردید و خودی زندگی حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلام یک درسی بسیار بزرگ، یک مکتبی بزرگ بسیار بزرگ است برای پیش از همه اول صحابگان خودشان که زمان هم عصران حضرت پیامبر بودند، بعد برای تابعین و تبع تابعین و امروز امتان امروز. استاد که واقعا در همین مورد فکر میکنم اگر از همون چند حالت های چند حدیث هایی که وابسته به این موضوع که بیاسته از زبان خود پیامبر آمده است برای ما نقل میکنه، بازم فکر میکنم در این مورد خوب میبود. اکنون حاضر همون شعر دویم مثل شعر دویم استاد رودکی که گفتید، ما گفتم که اینها همش از معناهای قرآن و حدیث هستند. در همین باره یک حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتم میگذاریم، ان شاء الله بعد دوام صحبت میکنیم. پیغمبر خدا میگن که وقتی که انسان میگن و یک کسی یک بیماری داشت، از خودش بالا شخصهای سالم به نگاه نکند، بلکه به پایان نگاه کند که با بیماری‌هایی هستند که از و یعنی وزن‌تر هستند. پروردگار همین بیمارا رو شفا دهد. یگان بنده مومن کسل نکند. بینندگان ما خداوند بیماراشون باشد همش به شفا عطا کند، از بیماری نگاه دارد. البته درباره این سوالی که گفتید حقیقتا بسیار واقعه ها بود که غضب انسان ها رو می آورد در زمان پیغمبر، که این واقعه ها در زمان پیغمبر در حضور پیغمبر پیدا شد، لیکن ما در این باره معامله پیغمبر رو نگاه میکنیم چی است. از جمله همان ها حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنن که یک روز میگن ما بعد از نماز از مدینه منوره برآمده ایستادیم که یکی از شخص های اعرابی از اطراف آمدگی شخص میگن داخل مسجد شد، همراه ما نماز خوند. بعد از نماز خواندن میگن برآمد، یا همون یک طرف مسجد رفت، در همونجا همه ایستادن، در همونجا نشست پیشاب کرد، باور کرد. نگاه کردیم که غضب همه صحابگان اومد، از اون جمله حضرت عمر رضی الله عنه بسیار غضبشون اومد. همه به وی نگاه کردن، لیکن پیغمبر خدا با یک حالتی که در سیمای پیغمبر چیزی پیدا از غضب پیدا نبود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به صحابگان نگاه کرده، گفتن حیران شدن، گفتن که یا رسول الله این چیکار است؟ گفتن که ماند که بغلش را کند. ببینید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مهربانه را ببینید، گفتن که نه، وی را در حالت بغل کردن خلل نرسانید، بغلش را تا آخر کند. در شرح همین حدیث بسیار علماهای حاضر عصر میگن که یعنی انسانی که بغل میکند و تا آخر بغلش کردن، این از جهت سلامتی بسیار چیز خوب، بسیار چیز کلان است. دویمش همین که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن که معالجه این را من میکنم. بعد از بغل کردن دعوت کردن، دست مبارکشون در کفتش ماندن. ببینید که پیغمبر خدا صلی الله در حالت اینقدر در نزد پیغمبر، در نزد صحابگان، در داخل مسجد بی‌ادبی کرد، بغل کرد. لیکن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هرگز به غضب، اطرافیان صحابه ها غضب کردند، خشم کردند، لیکن چیزی نگفتند. ببینید که در اینجا از پیشتر وقتی که پیشوا یک چیز میگوید، از پیشوای خود بی‌ادبی کرد، لیکن چیزی نگفتند، اطاعت میکردند. بعد هر یک انسان باید پیشوای خود، برابر خود باید اطاعت کند. بله. وقتی که اطاعت کردن، پیغمبر خدا کف دست مبارک در کف گفتن که اینجا مسجد است، اینجا جای پاک است، در اینجا جز عبادت کردن، نماز خواندن، ذکر کردن، دعا کردن، در اینجا بول کردن نشاید. گفته به وی تعلیم دادن. وی وقتی که به صحابگان نگاه کرد، به معامله پیغمبر نگاه کرد، خودش سخت یعنی تأثیر گرفت، بسیار هم خجالت زده شد، اصلاح کرد. این خیلی اصلاح هرگز روایت میکند همون صحابه که وقتی که همون می اومدم بعد از دنیا رفتن پیغمبرم به همون جا گذار میکردم، حاضرم خجالت میشدم، گویا که پیغمبر خدا دست مبارکشون در کفت من است و مرا نصیحت میکنه. این یکم واقعه. دوم واقعه، یک روز دیگر به مانند همون صحابه، یک صحابی دیگر که نو نمازخوان شد و نماز شروع کرد. وقتی که پیغمبر خدا امام بودن، نماز میخوندن و صحابه در خیلی پیغمبر بود، خودش عکسه داد، در داخل عکسه الحمدلله گفت، با یرحمک الله گفت. همه صحابگان هستن، پیغمبر خدا امام هستن، اینه که این کردگی کاری خودش کرد. بعد از سلام دادن
همه جانب وی با یک خشم و غضب صحابگان پیغمبر نگاه کردند. لیکن وی بس جانبی وی ها نگاه کرده گفت که در زبان در همون وقت یک چیز بود که یک مقال بود که در زمان ما هم بعضی چیزها هستن. گفت که مادرهاتون شماها رو شیر دهد، شما چرا به من این خیلی نگاه میکنید؟ همون انسان گفت. وی ها پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تبسم کردند. پیغمبر اگر غضب کردن جایز می بود، پیش از همه پیغمبر خدا غضب میکردن که در نماز شاید که سهوی پیدا میشد. در سخن گفتن من از شما نماز برسید در حقی از قوم ها گپ زده است در تلفن یا در وی امروزا بعضی در تلفن ها بعضی چیزها رو بیان میکنند، انسان گم میکند. بله. لیکن پیغمبر خدا رو بینید که رئیس گپ زد، بعد از همه وی کردن وی را دعوت کردن، گفتن که نزد من نشین، گفتن که نماز این فرض دارد، فرض‌های نماز بیان کردن. در نماز چیکار کنه؟ پیش از نماز چیکار کنه؟ بعد از نماز کدام کار کنه؟ کدام عمل‌ها را در داخل نماز کردن من هست گفته به هوای نصیحت کردن. و صحابه گفت که دست برداشته به سوی آسمان دعا کرد. اللهم ارحمنی وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا. در پیغمبر خدا از دستش داشت نه خیلی دعا نکن. دعای وی چی بود؟ پروردگار گفت منو محمد رحم کن، دیگر کسا را رحم نکن. گفته لیکن پیغمبر خدا از دستش داده گفتن که رحمت خداوند وسیع است، تو رحمت خداوند تنگ نکن. گفته از دست همون انسان یعنی داشتن. پیغمبر خدا رو بینید که چه خیلی در چنین حالتها با چه خیلی صورت با چه خیلی معامله میکردن. یا که درباره قصه اول گفتگیمو بعد از در مسجد باو کرده رفتن صحابه ها رو جمع کرده گفتن که اگر در حالت غضب همین را یگون سخن درشت میگفتیم این از مسجد آمدن من نمی آمد، دلخنک میشد. دلخون این بهتر است یا که یک سطل آب گرفته در بالای باولی وی فرد باولی وی تازه شود کدامش خوبتر است؟ صحابه گفتن که البته پیغمبر خدا شما حق، سخن شما حق است. و این چنین وقتی که ما به سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگاه میکنیم که در مابین صحابگان گاگو البته از زمان جاهلیت این در حق همدیگر غضب کردن خشم کردن این بود. بله. در زمان جاهلیت بود این عادت. وقتی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نگاه میکردن که با انسان ها که در مابینشون یک خشم و غضب نسبت همدیگر پیدا هست، پیغمبر خدا ویها را بسیار هم با یک شیوه بزرگ اصلاح کرده میفتن که شما عملهای دوره پیش از اسلامی زمان جاهلیت میگفتن فراموش کنید، تکرار نکنید. همین واقعه یک روز در حق حضرت بلال شد. صحابگان حضرت بلال یک صحابه که از اهل مدینه بودن با حضرت بلال یک نافهمی ها شد. و صحابه که نو اسلام قبول کرده بودن از قدر بلال بیخبر که بودن گفتن که یک بلال یک حبشه از یک آدمی سیاه شدگی است. گفته یک ملامت کرد. پیغمبر خدا در همین حالت رنگشون دیگر شد. گفتن که یک سخنی بودن، گفتن که شما سخنهای دوره جاهلیت نمیگذارید که در اسلام از سبب بعضی کم بوده بخشیدن است، نه خشم است نه غضب است، بلکه اسلام خداوند بخشیدن رو خودش بخشاینده است. ان الله عفو یحب العفو، یعنی پروردگار بخشنده است و بخشایندگان رو دوست می‌دارد. الله سبحانه و تعالی بندگانی که غضب میکنن و اینها رو دوست نمی‌دارد. گفته پیغمبر خدا همین حدیث بیان کردن. تشکر استاد. تشکر استاد. از یک مسئله که شما یک کمتر گفته گذاشتید و فکر میکنم اگر همین مسئله باز کمتر روشن‌تر گویم به رجوع میکردید فکر میکنم بازم خوب میشد. در موردی حالت‌هایی که امروز در عائله ها مشاهده میشه، به قسمتی گفتید که سری جهل یک کلمه ای رو به زبان میگیرد که مثلا آن باعث سرسانی تمامی گویم عائله میشود، پاشخوری عائله میشود. به فکر شما استاد عموما ما در عائله بیشتر مسئولیت کی رو بیشتر سازیم که واقعا در نگاه داشتی خشم گویم واقعا فرزندان رو توانیم درست تربیت کرده باشیم؟ اصلا همین تربیت نگاه داشتی خشم باید در کدام مورد آموزانده شود و از کجا از کی آموزانده شود و در کدام حالت؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم درباره عائله و عائله داری و
تربیت کردن فرزندها بسیار هم سخنهای گوهربار گفتگی هستند. از آن جمله پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که فرزند به دنیا می بیاید از همون روز سر کرده مسئولیت و وظیفه پدر و مادر جدا کردگی هستند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که فرزند به دنیا که می بیاید بعد از حق و حقوق مادی و ایها را به جا آوردن، از حق و حقوق و تربیت معنوی فرزندها میگن پیغمبر خدا شما غافل نشوید. وقتی که میگن اگر از این چیزها که شما غافل شدید علیکه شما فرصت از دست میدید، فرزندهای شما با یک راه نادرست میروند. از جمله همون چیزها همین هست که وقتی که فرزند البته به دنیا که میبیاید، فرزند پیش از همه همون حق و حقوقی که در گردن پدر و مادر است آنها را به جا آوردن که یک بار به مجردی به جا آوردن، مثلا در گوش از آن گفتن، خط نکردن، نام ماندن، به مجرد یک مراتبه کردن از گردن ساقط می شود. اما همین راه پیشگیری غضب در دل فرزندها یعنی مهر و شفقت انداختن، این همیشه یعنی همیشه در گردن پدر و مادر است. از همون جمله پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن یکمین چیزی که پدر و مادر باید که رعایت کنن یعنی با یک خیل مهربانی به فرزندان خود میگن نگاه کنن. یک خیل چون که در این بالا خدا نکنه اگر یک مهر و محبت نسبت یک فرزند زیاد باشد، اگر در بین ویها عداوت پیدا می شود، در مابین ویها خشم پیدا می شود، در مابین ویها غضب پیدا می شود. گفته پیغمبر خدا قصه حضرت یوسف علیه السلام مثال میبرن که حضرت یوسف میگن از بس که بنیامین که حضرت یوسف پدرشون حضرت یعقوب که کم در نسبت ویها دیده مهربانی میکردن، این به نسبت وی نبود، دیگرها رو بد دیدن، لیکن همین چیز در دل اکاهای ویها دشمنی پیدا شده. ویها تا کدام درجه حضرت یوسف آوردن که البته این قصه قرآنی هست، این قصه رو ما شنیدیم، تا برده در چاه انداختن. همین سببش حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. دویمش همین که از جهت تربیه، از جهت معنویات، از جهت همه طرفه به فرزندها یک خیل نگاه کردن. دویمش همین که خدا پدر و مادر زیان خشم کردن باید که به فرزندها نگاه کنه که خداوند یگان غضب بینید که خداوند چیه؟ ان الله رحیم، خداوند خودش رحیم است، مهربان هست، از خشم کردن بندگان نگاه می‌دارد. خشم کردن این خصلت مؤمنی نیست. گفته البته اولین مسئولیت پدر و مادر است که فرزندها را در مابین همدیگرشون و یک خیل معامله کنن، یک خیل تربیت کنن که همون خشم و غضب از عائله پیدا نشود. وقتی که از عائله که خشم و غضب که پیدا شد، البته از همون جا سرسختی، از همون جا فلاکت پیدا می‌شود. وقتی که در همون جا بین برادر و اکو نابرابری نوبای پیدا شد، به پدر و مادر میگذارن، به پدر و مادر میگن که تو این کار کرده. از برای خاطر همینم نعمت دادگی خداوند یکی از شکرگزارش همین است که پیغمبر خدا میگن که باید که فرزندها، پدر و مادرها این مسئولیت امانت خداوند درک کنند و از همون چیزهایی که منفعتش برای ملت، برای جامعه، برای انسانیت هست، از همون چیزها رو به فرزندها تلقین کنند. این در خرسالی است میگن. چیزی در یک مقال میگن که النقش فی الصغر الحفظ فی الصغر کالنقش علی الحجر. در حالت خرسالی انسان یک چیز حفظ کند، یک تربیه حفظ کند. مثلا پدر و مادر فرزندها رو گویند که خشم کردن عقوبتش این است، رحم کردن عقوبتش این است، مکافاتش این است. گفته در سن خردسالی فرزندها رو همین چیزها رو تلقین کنن. البته وای فرزند کجایی که برود اگر وای در حق همه رحم میکند. صفت خداوند فهمونن که خداوند مهربان است، مهربانی را دوست می‌دارد. ان همین چیزها را البته پدر و مادر و فرزندها تلقین کنن، ان شاء الله وای فرزندها یعنی اصلاح میشن. وقتی که وای صاحب پدر و مادر شدن، صاحب فرزند شدن، عائله دار که شدن، این چیزها رو وای خود از خود وای میکنن، رعایت میکنن. لیکن افسوس که در نزد پدر و مادر، در نزد فرزندها و پدر و مادر به همدیگر، زن و شوهر اگر به همدیگر غضب کنن، به همدیگر رحم نداشته باشن، شفقت نداشته باشن، تاثیر این حتما در فرزندها میگذاره. یا که در نزد فرزندها اگر فرزندها رو همدیگر در هم پدر و مادر معامله بد کنن، بی‌رحمی کنن، البته وای فرزند که کلان شد، پدرم همین خیل بود. از برای خاطر همین در یک آیت خداوند همین چیز ملامت میکند، میگوید که شمایان
آن کارهای بدی که شاید که گذشتگانتان که میکردن نگوید که کارهای بدی ما به همینها پیروی میکنیم، بلکه شما خود را اصلاح کنید، یعنی خشم و غضب را فرو برید و بر رحم و شفقت روی بیارید. گفته خداوند در قرآن تاکید میکنه. استاد عزیز تشکر زیاد برای شرح مکمل این موضوع و راستی برای من نیز بسیار معنی های نو باز شد. راستی بیت رو از رودکی بزرگوار آغاز کردیم و در انجام نیز استاد با همون بیتی که آغاز کردم حاصل این برنامه که هر یک نفری که به این دنیا می آید واقعا هم در فاصله زیستن از این زندگی برای خودش واقعا هم پندی بزرگ میگیرد و رودکی بی سبب نمیگوید که زمانه پند آزادوار داد مرا، زمانه چون نگری سر به سر همه پند است. خوش به حال آنه که از هر روز زندگیش برای خودش پند میگیرد. استاد برای اشتراکتان تشکر. این برنامه چراغ هدایت بود. خیر، خانه‌تان آباد باشد.